مطمئنم خورشید رو با این جزئیاتی که قراره تو این ویدیو ببینید تا حالا ندیدید. ایشون عامل اصلی حیات و ثبات توی سیاره ما هست. همیشه عکسایی که از خورشید گرفته میشه جزو مهمترین و جالبترین پدیده‌های علمی میشه. بدون حرف اضافه بریم سراغ 15 عکس خاص از خورشید تا ببینیم هر کدوم روایتگر چه ویژگی از خورشید هست. همین ابتدا ازتون میخوام کانال نایت سول رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو هم به صدا در بیارید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خورشید از عنصرهای هیدروژن و هلیوم ساخته شده و تنها ستاره منظومه شمسی هست که مرکز اون قرار گرفته و اگه از قطب شمالی به کهکشان راه شیری نگاه کنیم مثل عقربه‌های ساعت همیشه در حال چرخش به دور مرکز کهکشان هست. تحقیقات علمی درباره خورشید از مواردی بود که به اون توجه زیادی نمیشد تا اینکه توی قرن 19 میلادی به صورت کاملا جدی آگاهی کمی از مواد سازنده خورشید و منبع انرژی اون به دست اومد. درخشش و نور زیاده از حد اون هیچ وقت نمیذاش که با چشم غیر مسلح ببینیمش. هنوزم نمیذاره. خورشید انقدر روشنه که با روش‌های معمول نمیشه ازش عکس گرفت. نور، گرما و دمای خیلی زیاد خورشید تا مدت‌ها ثبت تصاویر دقیق با وضوح بالا رو سخت کرده بود. نزدیک به 200 سال محققین، دانشمندا و ستاره شناسا برای دیدن ایمن و راحت از تفاوت‌ها و تغییرات اون در شرایط نجومی خاص به انواع تکنیک‌های عکاسی پناه بردن و حالا طیف وسیعی از تلسکوپ‌ها و ماهواره‌ها وجود داره که هر لحظه در حال ثبت تصاویری با جزئیات بالا از این ستاره درخشان هستند و پدیده‌های جدیدی که در سطح اون اتفاق میفته رو با شگفتی تمام به ما نشون میدن. بریم برای دیدن 15 عکس خاص و پرمعما از خورشید. این گوی رنگین کمانی یه تصویر فرابنفش از خورشیده که تلسکوپ فرابنفش رصدخانه خورشیدی و هلیوسفر آژانس فضایی اروپا اونو گرفته. رنگ آبی نشون دهنده دمای بیشتر از 1 میلیون درجه سانتیگراد، رنگ زرد 1.5 میلیون درجه سانتیگراد و رنگ قرمز هم 2 میلیون درجه سانتیگراد رو نشون میده. این تصویر فرابنفش خروج یه جرم از تاج خورشیدی هست. این اتفاق زمانی میفته که پلاسمای زیادی از خورشید فوران میکنه. بعد از سرد شدن پلاسمای میلیون درجه‌ای در جو خورشید، این پلاسما شروع به سقوط به سمت خورشید میکنه. این بارش خیره کننده‌ای که به سمت سطح خورشید داره برمیگرده یکی از زیباترین عکس‌های خورشید رو به وجود آورده. به این پدیده که رصدخانه داینامیک خورشیدی ناسا اونو ثبت کرده باران تاجی میگن. این تصویر رو هم که رصدخانه داینامیکی خورشیدی ناسا روز یکشنبه 9 آذر سال 99 یا همون 29 نوامبر 2020 گرفته، حلقه های تاجی شکل رو با وضوح خیره کننده‌ای نشون میده. بر اساس تحقیقات به دست اومده حلقه های تاجی رشته های پیچی از پلاسما هستند که به شکل کمان بالای سطح خورشید ظاهر میشن. ناسا خورشید رو با استفاده از ابزارهای خاص و در طول موجهای مختلف رصد میکنه. این تصویر نوری که از خورشید ساطع شده رو در طول موج 171 آنگستروم نشون میده. آنگستروم یه واحد اندازه‌گیری هست که معمولاً توی شاخه‌های مختلف علوم فیزیک و شیمی از اون استفاده میشه. این طول موج بیشتر برای دیدن جو خورشید در زمانی که آروم هست و یا در حال پرتو افکنی شعله‌های خودش هست استفاده میشه. به گفته آژانس فضایی اروپا این برآمدگی‌های خورشیدی در اصل ساختارهایی از خطوط میدان مغناطیسی در هم تنیده‌ای هست که غلظت‌های متراکم پلاسمای خورشیدی رو در بالای سطح خورشید معلق نگه می‌داره. تا حالا عکس‌های منحصر به فرد زیادی از سطح کروی شکل این ستاره ثبت شده، اما این تصویر خورشید یکی از زیباترین برآمدگی‌هایی که تا به حال تجربه کرده رو نشون میده. این تصویر در طول یه فوران خورشیدی عظیم در سال 2017 گرفته شد که شامل یه شعله خورشیدی و رگباری از ذرات پر انرژی خورشید هست. این ذرات پر انرژی میتونن با مگنتوسفر زمین برخورد کنن و حتی در انتقال‌های رادیویی اختلال ایجاد کنن. همچنین این انفجارها باعث ایجاد طوفان‌های عظیم خورشیدی میشه که انتقال رادیویی رو در عرصه‌های جغرافیایی بالا به مدت 3 روز قطع میکنه.
توی اکتبر 2014 مناطق فعال خورشید روی سطح اون تصاویر فانوس مانندی رو ایجاد کردند. این پدیده با ترکیبی از طول موج‌های 171 و 193 آنگستروم بود که به رنگ طلایی و زرد خودنمایی می‌کردند و انگار شمایلی خاص و جذاب از هالووین رو ایجاد می‌کنند. توی این عکس طلایی 2 حفره تاجی شکل وجود داره. این مناطق در تصاویر فرابنفش با قدرت بالا کاملا تاریک به نظر میرسن، چون به خاطر خنک‌تر بودنشون چگالی کمتری نسبت به پلاسمای اطراف دارن و در واقع بیشتر در معرض میدان مغناطیسی موجود در عمق خورشید هستند و تو همین منطقه هست که بادهای خورشیدی به کل منظومه شمسی سرازیر میشن. تو این عکس خورشید یه حفره تاجی رو نشون میده که با تحقیقاتی که تو سال 2015 انجام شد احتمال میره همچنان در حال رشد باشه. این حفره عمق زیادی داره، طوری که از میدان مغناطیسی خورشید عبور کرده و به عمق اون رسیده. برآورد شده که اندازه این حفره تاجی شکل حدود 50 برابر زمینه. تو این عکس طول موج‌های متنوع خورشید دیده میشه. اونها بر اساس دما از سطح 6000 درجه سانتیگراد و تا اتمسفر بیرونی 10 میلیون درجه سانتیگراد در کنار همدیگه قرار گرفتن. دانشمندا همیشه در تلاش هستن تا بفهمن به چه دلیل جو بیرونی خورشید خیلی داغ‌تر از سطح اونه. این منظره بی‌نظیر و زیبا از خورشید شکل‌های شبکیه‌ای کوچکی هستند که تلسکوپ نوستار اونو ثبت کرده. این تلسکوپ مأموریتش رو با جستجو در اعماق فضا برای پیدا کردن و گرفتن عکس‌هایی از سیاه‌چاله‌ها و ابرنواخترها با فناوری پرتوهای ایکس انجام میده. این تصویر خورشیدی شگفت انگیز عبور سیاره زهره در مقابل خورشید رو نشون میده. به این عکس گذر ناهیدی هم میگن. تصویری که از این پدیده خیره کننده وجود داره یکی از نادرترین مناظر ثبت شده تو این مورد هست. این نمای نزدیک اعجاب آور از خورشید، فوران عظیمی که تو سال 2012 خارج از سطح کروی شکل اون اتفاق افتاد رو نشون میده. این یعنی یه رشته خورشیدی که تو جو اون حضور داشته به یک باره درون فضا منفجر شده. سرعت این پرتاب 1450 کیلومتر در ثانیه بود و این تصویر ناسا مربوط به سال 2022 هست که تصاویر شبکیه شکلی رو در 25 تصویر متنوع به ما نشون میده. این یکی از دقیق ترین و جامع ترین عکس های موجوده که تا حالا از این ستاره عظیم و پرماجرا داشتیم. خب دوستان، نظر شما چیه؟ اگه این ویدیو رو مفید دونستید با لایک و کامنت و سابسکرایب از ما حمایت کنید. تا یه ویدیوی دیگه مراقب خودتون باشید.